کتاب کتاب عادی نیست، این کتاب کتاب بشری نیست، این کتاب کتاب خداست، این کتاب کتاب است که از دشمنان خود قصاص میگیرد، هم در دنیا و هم در آخرت. سبحان الله. کار به درجه رسیده است که مثل یک احمق وحشی، مثل یک ابله یک کتاب را آتش بزنی. با آتش زدن کتاب این پدرسگ و این پدرسگ ها فقط عاجزی خود، بیچارگی خود، حماقت خود، رذالت خود را از برای بنی بشر نشان دادند. خلاص ای سگی طاعن تو او میکنی، طعن قرآن را برون شو میکنی. این نه آن شعر است که از وی جام بری، یازی پنجه قهری او ایمان بری. از چنگ این قرآن تو نجات نمیوی پدرسگ. استدعا میکنیم پروردگارا سزای عمل او کسایی را که قرآن ترا آتش میزنند، سزای عمل او کسای ملعون را که نسبت کتاب بزرگ و کلام بزرگی تو اهانت میکنند در همه دنیا ده، تا برای دیگر دشمنان، برای دیگر رذیلان نمونه عبرت گردد. آمین یا رب العالمین. برای آنکه انا همه کتاب ما صاحب شویم، صاحب همه کتاب بزرگ باشیم، صاحب عقیده باشیم که کمری دشمنان را شکست و در آینده هم میشکند. محمد صلی الله علیه و سلم چه رنج عذاب های را به تحمل نگشت. شخصی را که عزیز قریش بود، شخصی را که فرزند سرکرده قریش بود، شخصی را که امین قریش بود، بعد از او که کلام حق خواست ابلاغ کند رساند، مورد چی شکنجه های قرار دادن، چی عذاب های به سرش آوردن. ما گفتیم که سال دهم هجرت، سال دهم بعثت ببخشید از جانب پیغمبر صلی الله علیه و سلم عام الحزن یاد می شود. عام الحزن گفت حضرت، زیرا در این سال پشتیبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابو طالب عمکش از دنیا گذشت. همچنین مادر مؤمنان عزیز دل رسول الله صلی الله علیه و سلم غمگسار حضرت بی بی خدیجه مادرمان دنیای فانی را بدرود گفت. بعد از این مشکلی و مشقت ها به سر حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل باران باریدن گرفتند. بار هنگام نماز گزاری در نزد خانه کعبه یک پدر سوخته رزیل یک مشت خاک گرفته در سر مبارک حضرت چاشان. قدرتی با او بحث و مباحثه کردن که نداشتند، قدرتی به سخنهای راستش پاسخ گفتن که نداشتند، مثل یک احمق، مثل یک رذیل یک مشت خاک گرفته در سر حضرت صلی الله علیه و سلم چاشان. مثل این رذیلایی که امروز قرآن سوزی میکنن. حضرت به خانه آمد، وقتی دختراش حالت دیدم، پدرش و بسیار شخصی بزرگ، شخصی متبرک، شخصی معتبر گریان شدند. حضرت گفت تا زمانی که ابو طالب زنده بود قریش جرأت نمی‌کردند. از وقتی که ابو طالب از دنیا رفت این پدر سوخته ها امروز جرأت پیدا کردند، این کار نسبت ما روا دیدند. امام بخاری روایت میکند از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر، کان نبی صلی الله علیه و سلم یصلی عند البیت و ابو جهل و اصحاب له جلوس. باره میگوید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در نزد خانه خدا نماز میگذارید، در صورتی که ابو جهل ملعون همراه رفیقاش، همراه کمپانیونهاش در نزد خانه خدا نشسته بود. اذ قال بعضهم لبعض ایکم یجیء بسلا جزور بنی فلان فیزعه على ظهر محمد صلی الله علیه و سلم اذا سجد. یک نفری از بین قوم شارحا میگویند که اون ملعون ابو جهل بود.
گفت کدام غیرت دارید، کدام جرأت دارید فلان شخص شتر کشته است، همون شخصی با جرأت ترین تون روید و زهدان شتره. در بعضی روایات ترجمه میکنن شکمبه، اما درسترش این صلاح به معنای زهدان میشه و بچدان. همون شتره گیرد بیارده، در وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم سجده میکند همون زهدان در پشت مبارک گذارد تا اینکه مسخرش کنیم، طعنش بزنیم. فانبعث اشقى القوم، بدبخترین ملعونترین شان از بینشو قایم شد. این شخص عقبه ابن ابی معیط بود، همسایه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فجاء به فنظر حتی اذا سجد رسول الله صلی الله علیه و سلم وضعه علی ظهره. آمد بدگهر همون زهدان شتر در دست و منتظر ایستاد. وقتی که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم پیشانی مبارک به سجده گذاشت، آورد همون زهدانی به نجاست آلوده را در پشت حضرت گذاشت. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید و انا انظر لا اغنی شیئا، من نگاه میکردم، میگه چشمم بوم برین، چشمم کشاده، اما زورم نمیرسید، من یک پا دوام بدم. در مقابلم قریشی های اشراف ایستاده بودند، هر کدامش عسکر لشکر داشت، از دست من بیچاره هیچ کار نمی آید. بعد به علم میگه لو کان لی منع، ای کاش که منم در پهلوم سه چهار رفیق میشید، سه چهار مسلمان میشید که ما این پدر سوخته را نمیگذاشتیم که این عملی رذیلانه را بر ضد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم انجام دهد. لو کان لی منع. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض. بعد به خنده زدن، به مسخره بازی در آمدن، همدیگر را با نخته میکردن که نگاه کن در پشت حبیب خدا، در پشت شخصی که میگوید من فرستاده خدا هستم، یک شکمبه بوین شتر گذاشته از دستش هیچ کار نمیآید. و رسول الله صلی الله علیه و سلم ساجد لا یرفع رأسه. حضرت میگه سر در سجده موندگی دیگه سرش نبرداشت از شدت رنج علم. این کسایی که را کردن همسایه هاش بدن، خیش اقرباش بدن، هم قوم هاش بدن. این پدر سوخت و رفتاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدونستن، اخلاقی حمیدش هم میدونستن، اما دست به همین رذالت فقط به خاطر حقوقی حضرت زده بودن. حتی جاءت فاطمه رضی الله عنها فترحت عن ظهره، تا اینکه بی فاطمه زهرا آمد و همون زهدان نجاست آلود از پشت بدر گریان گرفته دور پرتافت. بعد حضرت سری مبارک برداشت، پیشانی را برداشت، پیش خدا التجا کرد. اللهم علیک بقریش، پروردگارا گفت قریش خودت سرشته کن که زوری من نمیرسد. اللهم علیک بقریش. وقتی میگه حضرت این سخن گفت براشون بسیار مشکل افتید، زیرا از دعای حضرت میترسیدن. این پدر سگا میدانستن که این شخصی معصوم وقتی دعا کنه دعاش اجابت میشود، خاصتا در چنین موضع مثل خانه خدا کعبه. و حضرت که رحمت عالمیان است، قسم به خدا اگر حضرت همین سخن تکرار میکرد خداوند قریش نیست نابود میکرد، تخمش باقی نمیگذاشت، ترحم به کودکای نابالغ شو نمیکرد. اما حضرت که رحمت عالمیان است، از میان قریش همون شخصایی را که جنایتکار بدن، همون شخصایی را که به این جنایت دست داشتن، حضرت یک یک نمبر کرد. اللهم علیک بی ابی جهل
و علیک بعتبة ابن ربیعه و شیبة ابن ربیعه و الولید ابن عتبه و امیة ابن خلف و عقبة ابن ابی معیط و عمارة ابن الولید. نام 7 پدرسگا خان که پروردگار همین شخص را همین 7 نفر خود سرشته کن. قدرت ندارم، من عاجز هستم، اما تو توانای خدای بزرگ اینا را گفت سرشته کن تا برای دیگران درس عبرت باشد. حضرت عبدالله ابن مسعود سوگند یاد کرد والذی نفسی بیده، قسم به خدای گفت که جان محمد در قبضه قدرت اوست. لقد رأیت الذین عد رسول الله صلی الله علیه و سلم سرعا فی القلیب، قلیب بدر. قسم به خدا گفت همه کسایی را که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم نامبر کرد همه شدید مثل سگ کشته شدن و در جنگ بدر همش در یک خندق برده و انداخته شدند. دعای پیغمبر از بمب اتمی خرابی آورتر است. تا دل مرد خدا نامد به درد، هیچ قومی را خدا رسوا نکرد. امروز ما هم 1.5 میلیارد مسلمان هستیم. پروردگارا در این ساعت که ساعت اجابت دعاهاست، این جانس ها، پاستر جانس ها و او پدر سوخته هایی را که اینا را دستگیری میکنن، حمایت میکنن، به سزای عملشان رسان تا که برای کافرها و برای دشمنای اسلام یک نمونه عبرت گردد که هرگز جرأت کرده و دست منحوس خیش را بالای قرآن دراز نکنند. آمین یا رب العالم. بسیار یک احوالی مشکل به سر مسلمان ها آمد. چه جای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام مسلمان ها در این سال حزن به مشکلی ها و مشقت ها گرفتار شدند، دیگر روی خاطر کسی نمیکردند. بار حضرت صلی الله علیه و سلم در نزد کعبه بود. عقبه ابن ابی معیط از گریبانش گرفت، به حدش سخت فشرد که قریب که چشماش از کاسخانه چشمش خارج میشد. احاطش کرده بودند، دشنام حقارتش میدادند. یار غارش ابوبکر صدیق وقتی یه حالت دید خچه در بین ازدحام پرتاف گریان گفت اتقتلون رجلا یقول لا اله الا الله یا ربی الله. آیا شما مردی را میکشید که بیچاره فقط گناهش همی است که میگن نیست معبودی بر حق مگر الله؟ آیا شما دستی تعرض بر مقابل شخص دراز میکنید که میگه پروردگاری من الله است، برای همین گناه شما میخواهی را بکشید؟ حضرت رها کردن، حضرت ابوبکر زیر لگد قرار دادن. همین پدرسگ عتبه ابن ربیعه در پشت کفشهای مقدار داشت، در روی صدیق به حد فرو کوفت که دیگر رو به هم دیگر یک جایه شد. دیگر بینی در چهره میگه نمودار نبود نمیتافت. به حد زدنش که گمان کردن مرد است، همونجا ترکش کردن در رفتن. هم قومهاش از بنی تیم وقتی آگاه شدن نیم مرده بود کشان گرفتن به خانه آوردنش، هوش نداشت. در اطرافش مردم نشستن منتظر که آیا چشمش باز میکرده باشه یا نه. در حالت کام بود، ناخواست چشماش باز کرد. گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم چه حال دارد؟ گفتن این بدبخت ببین جان خودش در عذاب قریب میکشتنش، فکری خود چنه میکنه و چشماش باز کرده است از محمد سوال میکنه. مزامت دشنام زیادش کردن. مادرش گفتن کوشش که یگان طعام در حلقش انداز که از گرسنگی نم برد. در این حال بسیار احوالش بد است. بیچاره مادرش ام الخیر نزدش آمد که بچه جان بگی طعام بخه کمتر. گفت قسم به خدا تا زمان نفهمم که با دوستی من محمد صلی الله علیه و سلم چه واقعه رخ داده است و آیا تینج هست سالم هست، یگان لقمه را به زبان نمیگیرم، به دهان نمیگیرم. مادرش حیران شد، گفت من از کجا بفهمم که
دوستی تا چه حالت دارد. گفت نزد جمیل دختری خطاب خواهر حضرت عمر رو گفت از جمیل سوال که جمیل از حالش با خبر است. مادر صدیق الخیر نزد جمیل اومد گفت پسرم از محمد صلی الله علیه و سلم سوال میکند که چه حال داشته باشد، من نمیدونم محمد در کجاست، کمکم کن. بیچاره مسلمان‌ها بسیار حالی زار داشتند، میترسیدند که مبادا خبرکشی نکنند جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دشمنان گفته نشود. گفت من نه محمد میشناسم نه ابوبکر، اما گفت اگر بخواهی نزد پسرت میروم احوالش جویا میشم. دیگه از دست مادر چی می اومد؟ گفت بیا رفتیم. همراهش گرفت آوردش اومد نزد ابوبکر صدیق. وقتی حال زار صدیق دید رون یک گوشتی بخون آلوده، همه به هم دیگر آمیخته، چشم محکم، گفت لعنتی خدا بر شخصایی که نسبتی تا این ظلم و ستم روا دیدن، خدا لعنت چون کند، خداوند به سزای عمل برسانه چون. اما حضرت صدیق یک نوع همون سؤالی خودش تکرار میکرد که محمد صلی الله علیه و سلم چه حال داره. جمیل که زنی مسلمان بود آیسته به چشمکش زد، اشارش کرد که آخه مادر دویجه است. گفت از این خواتیر نشو، مادر من سیر اسرار را باز نمیکند. جمیل گفت حضرت صلی الله علیه و سلم تینج از خوب است، احوالش خوب است و در خانه ارقم ابن ابی ارقم است، همراهی برادرای مسلمان که به دفاعش کمر بستند. صبر کردن. وقتی که شب شد مشرکین قریش به خواب رفتن، به خانه ها که پراکنده شدن. این دو زن از دو جانب حضرت ابوبکر که دیگه قدم زده نمیتونست گرفتن آوردندش به خانه ابن ابی ارقم. تا زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به چشمش ندید دلش آرام نگرفت. گفت یا رسول الله قسم به خدا جان من یا نقدی محقر است، هیچی نیست، مادام که تو سالم هستی. بعد از این قسم به خدا گفت اگر خداوند امانت چم که قبض کند من پروایی ندارم و باکی ندارم، خدا تو را نگه بدارد برای ندای حق، برای رسانیدن کلام حق به بندگانش. بار حضرت صلی الله علیه و سلم نزد خانه بود، جامعه پشمینی خودش در زیر سرش گذاشته بوده، بالای ابو سرش مانده و پینک میرفت که حضرت خباب ابن ارت صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدش آمد. اما شخصی که یکی از سببگاران اسلام آوردن حضرت عمر شده بود، یادتون است خباب ابن ارت که سوره طه را در ورقی نوشته و در نزد فاطمه و شوهرش در نزد خواهر حضرت عمر تلاوت میکرد، اونا را تعلیم میداد. همین خباب ابن ارت نزد حضرت آمد گفت یا رسول الله چرا دعا نمیکنی که خداوند این جور و این ظلم ها را ای سر دور کند؟ این چه حالی زور است، دیگر نفس کشیدن نمیتونیم، دیگر سرمون برداشته نمیتونیم از جور ظلم ستمی که کفار نسبت ما روا میدارند. و تو حبیب خدا هستی، تو دعا کن، دعای تو مستجاب است پیش پروردگار. حضرت میگه رخساره را برداشت، از همون جامعه پشمین در روی مبارک سرخی های همون موی که در زیر رخسارش اومده بود نمودار بود. گفت یا خباب مؤمنانی که پیش از شما بودند بعضی های اونها را دشمنان خدا با شانه های آهنین گوشت عصب هاشون از استخواناشون میکندن بگرفتن، اما صبر میکردن. حال شما حال تو به این رسید از کو؟ چرا شما عجله میکنید؟ چرا اینقدر در ترس تهلکه افتیده؟ همیشه دوستای خدا در عذابند، همیشه در مشقت هستند. این برای تعلیم شماست، این برای آن است که شما آبتا بیابید، مستحکم باشید. دشمن هیچ وقت سر تسیله نمیکنه، دشمن همیشه به مقابلت عمل میکند، اما شما باید مستحکم قوی باشید که وقتی که دولت اسلامی صاحب دولت شدید توانید که دشمنی و تعرض دشمنای اسلام برگردانده توانید.
دوستای خدا را با شانه‌های آهنین عصب و گوشت‌ها را از استخوان‌هاشون میکندن، جدا میکردن، اما صبر میکردن، شکر خدا میکردن. شما عجله نکنید. واقعا شما یک تاریخ ببینید، حتی اگر تاریخ پیغمبران را یک چشم باندازیم، کدام پیغمبر در راحت مسرت بود؟ همه در عذاب، همه در شکنجه، همه بر ضد شد دشمنای خدا تجمع کرده و مبارزه میبرند. یگان پیغمبر خدا در راحت نبود. حضرت شیخ عطار بیان میکند پیشوایانی که رهبین آمدند، گاه و بیگاه از پی دین آمدند، جان خود را در ره دین باختند، قول حق را در جهان افراختند. این پیشواهایی که خدای تعالی بعضا به پیغمبری مبعوث کرد، دوستای خدا، اولیاء الله، خادمای شریعت غرا، هر کسی که در تاریخ آمده از جان فدایی ها کردند، عذاب ها کشیدند، برای کلمه حق به مردم رسانیدن. در نگر اول که با آدم چی شد؟ عمرها بر وی در آن ماتم چی شد؟ آدم علیه السلام که در زمان او یگان مشرک نبود، چقدر عذاب ها کشید. مدت 1000 سال توبه کرده است پیش خدا، التجا کرده است، پروردگارا ظلم کردم در جانم، خداوندو اگر رحمت مغفرت نکنی بلا مثل شیطان از زمره زیانکارا و دوزخی ها میشم. چقدر ماتم کشید، چقدر عذاب کشید آدم علیه السلام. این دنیا داری آسایش و داری کیف صفا نیست، داری مشقت است. بینگر آخر نوح را غرقاب کار، تا چه برد از کافران سال 1000. حضرت نوح علیه السلام چه عذاب و مشقت ها کشید؟ 950 سال قوم خود به سوی خدا دعوت کرده است، میگفتن دیوانه است، عذابش میدادن. فرزندی خودش از بحرش گذشت، زنی خودش از بحرش گذشت. باز ابراهیم را بین دیل شده، منجنیق آتشش منزل شده. حضرت ابراهیم ببینه، پدر ملت موحد راحت داشت. خلیل نبود که در منجنیق گذاشته و در داخل آتش انداختنش، به همه همینا صبر کرد. باز اسماعیل را بین سوگوار، کفش او قربان شده در راه یار. حضرت اسماعیل ببینه، در طفولیتش خداوند امتحانش کرد، گفت پدر جان وقتی که مرا میکشی البته که تو به حکم خدا عمل میکنی، چشمامو ببند تا اینکه به غضب بر رویت نظر ناندازم، دستامو ببند تا مبادا یگان حرکتی ناجایی نکنم که دست در بدنت بخوره و مستحق آتش جهنم بگردم. باز بر یعقوب پیغمبر نگر، چشم کرده در سر کار پسر. حضرت یعقوب کو عذابو شدیده، کنای یوسف اکثر تماشا کرده، چی عذابو کشید. موی سفید بیچاره چی رنجهای برد، یک امر را به گریه و به نوحه گذروند است، آخر الامر چشماش نابینا شد. باز یوسف را نگر کز داوری، بندگی و چاه و زندان بر سره. حضرت یوسف بینه تا زمانی که عزیزی مصر شود چی عذابایی را کشید، از خورده امتحان خدا سر شد. تا زمان خداوند بنده را امتحان نکنه به مرتبه و به منزلت های بلند نمیرسونش. باز یونس را نگر، سرگشته راه آمده از مه به ماهی چندگاه. قصه حضرت یونس میدونی که مدت 40 روز در شکم ماهی بود و 40 روز تمام فقط ذکر خدا را کرده است، یاد خدا را کرده است. باز موسی را نگر، ز آغاز عهد دایه فرعون شده تابوت مهد. حضرت موسی را ببینه که چه عذابایی کشید، چه رنجهای کشید، یک ملت را نجات داد و عاقبت الامر از همون ملت چه ناشکری های را دید. باز داوود زیرهگر را نگر،
موم کرده آهن از تف جگر. قصه حضرت داود از یاد شنیده ای. متاسفانه ما امکان نداریم در این یک ساعت که مفصلتر در این موضوع صحبت کنیم، اما شما الحمدلله آگاه هستید، میدونید. باز بینگر که سلیمان خیدیو ملک او برباد چم بگریفتیو. اشاره به آن است که چنو خاتم از دست حضرت سلیمان یک جین صاحب شده، چند مدت دعوای سلیمانی کرد و حضرت سلیمان چی عذاب و چی رنجهای را متحمل گشت. اگر چند شاهزاده بود، اگر چند خود شاه بود، اگر چند خداوند حکومتی تمام جنها را در اختیارش داده بود. باز زکریا بین که دل در جوش شد، اره در سر دم نزد خاموش شد. باز یحیی را نگر در پیش جمع، سر بریده زار در تشت چشم. قصه حضرت زکریا و یحیی را میدونه که هر دو شهیدای راه خدا هستند، هر دو به شهادت رسیدند. یحیی علیه السلام از سرش بریدن، در بالا یک پدناس موندن، به پادشاه یهود هدیه فرستادن. به هیرودس پادشاه یهود هدیه فرستادن. باز عیسی را نگر کس پایدار، شد هزیمت از جهودان چند بار. باز بینگر که سری پیغمبران، چی جفا و جبر دید از کافران. حضرت عیسی چی عذابای کشید. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که از بحر یک قطره شما برای شما بیان کرده استم چی عذابای را متحمل گشتن. تو گمان داری که این آسان بود؟ بلکه کمتر چیز ترک جان بود. این کاری آسان نیست. اگر این اسلام یک راهی منفرش میشید و در جیب سوار جلک فسانه همیتا تکیده برخورده میگشتی، همه دعوای پیشوایی میکرد. اما چنین نیست. مشقت ها داره، عذاب ها داره، از خود گذشتگی ها داره، زیرا مسئولیت تر فراد نمیگذاره. قصه کوتاه، حضرت صلی الله علیه و سلم عذاب های زیادی را متحمل گشت. عاقبت الامر امید کن دیگه. امید چه از قریش کن که قریشی ها ایمان نمیارن. از این خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم در ماهای حج که میشد به قبیله ها میگشت، نزد قبیله ها میرفت، با اونا سوال و جواب میکرد، تبلیغ دعوتشان میکرد، اما کار بسیار به سستی میرفت. حضرت صلی الله علیه و سلم پیش خود نقشه کشید، گفت به طائف میروم. طائف یک شهر بسیار آبادان و زیباست، در 70-80 کیلومتری مکه و بسیار آبادان است، از بس که آبش فراوان است، جای میوه است. همین انگور طائفی که میگیم اصلش همونجا است. تا به امروز هم میوهاش بسیار شیرینن و طائف مکان استراحتی سرورای قریش بود. اکثر اشراف قریش در طائف زمینها داشتند، باغها داشتند، ایلاق شو بود، جای استراحت. چی بگیم ما که امروز؟ بله، همون دچه ها شدن، همونجا موجود بود. و در طائف بنی ثقیف، قبیله بنی ثقیف زندگی میکرد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم نقشه کشید، گفت اگر بنی ثقیف مرا با پیغمبری قبول کنن، بنی ثقیف بسیار مردم جنگجو هستند، جسور هستند، تابع سروراشو هستند. اگر سردارای اونا اسلام قبول کنند، همش انشاءالله قبول میکنن. فقط به همین خاطر همراه فرزند خواندش زید ابن حارثه که یک زمان در خوردی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این غلام بچه را فرزند خود خوانده و این قبل از اسلام بود، آزادش کرده بود. عازم طائف شد، در راه به هر قبیله می رسیدند دعوتشان میکردند تا اینکه عاقبت الامر وارد شهر طائف شدند. این واقعه در ماه شوال در سال دهم بعثت جناب سرور عالم صلی الله علیه و سلم است که به سال 620 میلادی موافق می آید. حضرت آمد در طائف 3 برادر بودند: عبدیالیل، مسعود
حبیب فرزندان عمرو ابن عمیر ثقفی، این 3 نفر سروری ثقیف بودن، سرداری طائف بودن. اول پیش همی برادرها اومد در نزدشون نشست، گفت من پیغمبر خدا هستم، من برای دعوت شما آمدم، اگر خداوند هدایت تو کنه، اگر شما اسلام قبول کنید، نام شما در تاریخ به نیکی یاد می شود، نام شما را همچون مسلمانای عهد اول و همچون صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم ذکر میکنن. اما اگر شما این شرایط این امکان استفاده نبرید، شاید نامتون یاد شود اما فقط به لعنت، به تکذیب. عبدیالیل بدبخت گفت اگر که خداوند ترا پیغمبر کرده باشه، پس چرا پرده های خانه کعبه را به دست خودش درست نمیکنه؟ پس چرا قرشی ها میکشنش؟ پدرسگ مسعودش گفت دیگر آدم یافت نشد که ترا پیغمبر گذاشتن، چرا یتیم عبدالله پیغمبر میشد است؟ مثلا من نه، مثلا ابو سفیان نه، ابو سفیان ابن حرب. حبیبش گفت من به تو سخن نمیگویم، زیرا اگر تو پیغمبر باشی من قدر منزلت آن رو ندارم که با یک پیغمبر رو برو ایستاده و صحبت کنم. اما اگر دروغگو باشی، با دروغگو سخن گفتن حیف است. حضرت دید که از اینا هیچ دیگه صدایی نیست، هیچ امیدی نیست، از جاش خیست، گفت به هر حال همین صحبت امروزه مورد سیر است، آشکار نکنید. اما پدر سوخته ها حتی همین خواهش پیغمبرم رعایت نکردن، در بین شهر طائف جار زدن. حضرت مدت 10 روز در طائف سکونت اختیار کرد، دل شکسته نمیشد، زیرا فرمان از جانب خداوند بود. دل شکسته نمیشد، بعضیا دشنامش میدادن، بعضیا از پیشش میراندن، اما حضرت گردن کج کرده و نزدیک یک تمامی سرورای ثقیفه نزدشان رفت و به سوی خدا دعوت کرد. ببینید کار چه خیلی مشکل است. بعدا دید که هیچ مراد حاصل نیست، از این گذشته دیوانه ها و احمق ها و کودک ها را جمع کردن، ثقفی ها بر ضد پیغمبر صلی الله علیه و سلم الانیدن، کشکش شدن، مثل که سگ کشکش میتی. سنگ ها در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیت خارج شدن از طائف داشت که در راه از ده جانب ایستاده و حضرت زیر سنگ ملامت دشنام قرار دادن. زید ابن حارثه بیچاره با بدنش پیغمبر صلی الله علیه و سلم می پوشاند، سرا همه کفید، همه در خون آغشته، اما چند نگه می‌داری آخی؟ چندین سنگش در بدن مبارک حضرت صلی الله علیه و سلم اصابت کرد، پاها به خون آغشته. وقتی که پای مبارک در زمین میگذاشت، زمین پر از خون میشید، از تمام بدن خون جاری بود. دید که وضعیت بسیار بد است. در راه یک باغی بود، از دست این ظالما و این جاهلا و احمقها حضرت همراه زید ابن حارثه پسرخواندش داخل باغ شدند. وقتی که اینا در باغ داخل شدند، بعد کودکان و دیوانگان و اخران و احمقان بعد قفا گشتند. در باغ حضرت به تنه دیوال تکیه کرد و دعای معروفی خچه کرد، دعایی را که انشاءالله هر یک مسلمان اگر در مشکلی با افتاد همین دعا را بکند، خداوند براش کشایش عطا میکند. حضرت که بسیار بسیار دل مانده شده بود، جانش به لبش رسیده بود، تکیه به دیوال به سوی خدا مراجعت کرد، گفت اللهم الیک اشکو ضعف قوتی. پروردگارا من به تو شکایت میکنم. گفت خدایا، گفت شکایت دارم از ضعف قوت، از بی قوتی به تو شکایت میکنم. اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس. از ضعف قوت، از بی‌علاجی، از اینکه از دستم هیچ کاری نمی آید، از خار و ذلیل شدن پروردگار را شکایت میکنم. این چه حالی زار است ای خدای بزرگ.
ای خدای تعالی یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین و انت ربی الی من تکلنی. ای پروردگاری که گفت رحمت عالمی هستی، او پروردگاری همه همین مستضعفاتی، حامی همه همین ضعیفات هستی، حامی و پروردگاری من تو هستی. تو مرا با کی گذاشتی؟ با کی؟ ایلا بعید یتجهمونی، تو مرا به همه آدم دوری سنگدلی احمقی که وقتی مرا میبینه کاش قوق در هم میکشه دشنام حقارت میگیره، تو به همه مرا واگذاشتی. ام ایلا عدوین، تو مرا به دشمنان باقی گذاشتی پروردگارا که تو خودت قوت شان دادی. این قوتی تو از نباشه از دست اونا هم کاری ساخته نیست. پس شکایت دارو خدایا، شکایت دارو. همون پیغمبر خدا است. پیغمبرها از حکم خدا آگاهند. پیغمبرها عاشق هم غضب خدا هستند هم عاشق لطف خدا. پیغمبرها تمام امتحانا را جوان مردانه متحمل می شوند. گفت این لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. با وجود این گفت پروردگارا اگر من بدانم که تو نسبتی من غضب نداری، اگر تو نسبتی من غضب نمیکنی، من پروای این جور ظلمی دشمنان را ندارم، همه امیدم به تو است. ولکن عافیتک هی اوسع لی، اما من امید عافیتی تر دارم. پروردگار من امید دارم که تو در پهلوی من شیر مردا را بس کنی، تو از اسلام و از من پشتیبانی کنن، تا نگذارن که هر یک خیره سر، هر یک عاقی پدر، هر یک پدر لعنت دیوانه نسبت من ظلم روا ببیند و همه در دست تز پروردگارا. ولکن عافیتک هی اوسع لی. لك العتب حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. پروردگار گفت همین قدر در پیشت گریه و التجا میکنم تا زمانی که راضی شوی که من شکایت کردم. قوت توانایی همه است. تو هستی که شخصی را یا قوم و ملتی را بزرگ توانا میکنی و تو هستی که قوم یا شخصی را خار و ذلیل بگردانی. لا حول ولا قوة الا بك، همه در دستی است. باخ با همون عتبه ابن ربیعه و شیبه ابن ربیعه این دو ملعون ظالم متعلق بود. همون شخصایی که نسبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم جور میکردند، همون عتبه که ابوبکر صدیق در روش بلغت میزد. وقتی که عتبه و شیبه دیدند احوال پیغمبر صلی الله علیه و سلم، حضرت گمان نمیکرد که عتبه و شیبه از یک گوشه نگهش دارند. گریه رخسارش وقتی دیدند حتی همین دشمنای خدا قلبشون نرم شد، دلشان سوخت. یک غلامی نصرانی داشتن با نام عداس، گفتن در یک طبق انگور بگیر نزد محمد صلی الله علیه و سلم بر اندک از همون انگور استعمال کنن. عداس در طبق انگور را گرفت نزد حضرت اومد، التجا کرد که از همین انگور استعمال کن. حضرت گفت بسم الله الرحمن الرحیم و یک دانه انگور را کنده در دهنش انداخت. عداس گفت این مردم این سرزمین بسم الله الرحمن الرحیم نمیگویند، خدا را بر رحیمی و بر رحمانی یاد نمیکنن، باری اول از دهن تو میشنوم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت تو از کجا هستی، از کدام شهر هستی؟ گفت اصلی من از شهر نینواست. نینوا. گفت از شهری یونس ابن متی مردی صالح پیغمبر خدا. تو گفت همشهری یونس هستی، حضرت یونس هستی؟ گفت تو یونس از کجا میدونی؟ این عرب ها نمیشناسن یونس ها. گفت یونس برادری من از چه خیلی ندوانم باشه.
یونس هم مثل من پیغمبری خدا است. یونس هم قوم خودش دعوت کرده، عذاب و مشقت کشید. امروز همین بلا به سر من اومده است. عباس وقتی این سخن گفت از پیغمبر شنید، در پاهای حضرت افتید، پاهاش را بوسه میکرد، همون پاهایی که به خون آلوده بودن. دستای حضرت در سر چشماش میبولید. عتبه وقتی دید به شیبه برادرش گفت که این غلام این طرف فریفته کرد، این ساحر است، غلام این طرف فریفته کرد. وقتی که عباس پس گشت گفتن چیت گفت به تو چرا دست پای او را بوسه کردی؟ گفت ای خواجه، این شخص بزرگترین بنده خداست، صالحترین شخصی روی زمین است، شما نمیدونه که این چی کسی. این به من قصه های کرد، از اخبار مرا با خبر ساخت که بغیر از پیغمبرها کسی نمیدونه. از همون قصه ها ما را آگاه کرد. و حضرت صلی الله علیه و سلم از با خارج شد، عظیم مکه مکرمه در راه می اومد، بسیار محزون، بسیار غمگین، دلش دیگه از همه مانده است، دیگه دست دل به دعوت پیش نمی رود. حتی امام بخاری روایت میکند که حضرت صلی الله علیه و سلم بار سوال شد، سوال کننده مادر مو بی عایشه است. مادر مو گفت یا رسول الله هل اتا علیک یوم کان اشد من یوم احد؟ ای حبیب خدا، گفت آیا بسرت یگان بلای آمده است که از روز احد دیده برای تو مشکل تر باشد؟ جنگ احد که همه شما میدونه الحمدلله. جنگ احد جنگی که بین مسلمانان مدینه با مشرکان مکه شده بود و در این جنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم 70 نفر از دوستا، خویش اقربا، برادرای همسنگری خچه از دست داده بود. بیبی عایشه مادرمون میگوید که آیا از همین احد برای تو مشکل تر و دردناکتر یگان روز گذشته است؟ حضرت صلی الله علیه و سلم گفت یا عایشه لقد لقیت من قومک ما لقیت. من از قوم تو، گفت ای عایشه، عذابهای زیاد دیدم، اما شدیدترین عذابی که من از این قوم دیدم همون روز عقبه بود که وقتی نزدی او سه برادر ثقفی رفتم، نزدی عبدیالیل، نزدی مسعود و نزدی حبیب، و مرا قبول نکردند. و وقتی که او بدگهرا ظالما نسبت من ظلم روا دیدن، بخون اولودم کردن، فانطلق و انا مهموم علی وجهی. حضرت میگه من از با خارج شدم، دیگر سرم خم، سرم حتی نبرداشتم از غم و غصه که بالا مستولی شده بود. تا اینکه با قرن ثعالب رسیدم. این قرن ثعالب نام یک موضع است، امروز با نام قرن المنازل یاد می شود. یکی از همون میقات هایی هست که از همونجا او طرف دیگر احرام می بندن مردم. قرن المنازل در همون موضع اومده، میگه سر برداشتم که در بالای سرم یک ابر، فاذا انا بس بسحابه قد اظلتنی، ابر بالای سرم سایه کرده است. حیران شدم، میگه تمام راه از سقیف تا نخله خداوند امر کرده است ملائکه ها را ابر آوردیان در بالای سری پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حبیب خدا در زیر آفتاب تفسان عذاب نکشد. حضرت همین قدر میگه غم اندوه داشتم که سرم از زمین نبرداشتم، حتی متوجه نشدم که در بالای سرم ابر است. در شوال، در نیمه تابستان، در گرمی تفسان، در حجازه که در یک سال یک بار یا دو بار آیا باران میبارد یا نه، ابر اومده است بالای سری پیغمبر. حضرت میگه فاذا نظرت فان فیها جبرئیل علیه السلام. وقتی خشرو دقت کردم، میگه نگاه کردم، حضرت جبرئیل علیه السلام از پشتی ابر نمودار شد. فنادانی فقال ان الله قد سمع قول قومك لك و ما رد علیک. حضرت جبرئیل میگه صدام کرد، گفت ای حبیبی خدا، تو محزون نشو، تو تنها نیستی. خداوند
همه او جبر و او رذیلی های کردن همه او را دید، همه سخنهای قبیحی که در حق تو گفتن خداوند همه را نسبت خود قبول کرد. وقد بعث الیک ملک الجبال لتأمره بما شئت فیهم. ملائکه که ها را نزد تو فرستاد، ملائکه را که ها در اختیارش هستند، هر امری که کنی اجرا میکنند. تو شکایت کردی که من کسی ندارم، شکایت کردی که کسی از من پشتیبانی نمیکنه، خداوند عرض دادی ترا شنید، شکایتی ترا قبول کرد. یک ملائکه بزرگ شکی تمامی که ها در اختیارش هستند با خدمت تو فرستاده است. هر امری میکنی گفت مرحمت. حضرت میگه ملائکه صدام کرد، سلام داد، گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم هذا فيما شئت او ذلك فيما شئت ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. گفت ای حبیب خدا، ای محمد صلی الله علیه و سلم، من در خدمت تو هم چی میفرمایی؟ قسم به خدا گفت اگر روزی بخواهی همین دو کوهی که از دو طرف مکه را احاطه کرده است، یکی به نام ابو قبیس و دیگر قایقیان، در بالای سری مشرکا همش پخش میکنم، یگان نفرش زنده نمیمونم، فقط تو امر کن. اما این سخن بر رحمت عالمیان نگرانده شده بود. پیغمبری که وحی به خداست، با پیغمبری که خداوند گفت که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ای محمد ما ترا برای رحمت عالمیان فرستادیم. آیا رحمت عالمیان روا میبینه که کودکای بیگناه در زیر سنگ در زیر کوه هلاک شود؟ هرگز نه. حضرت گفت بل ارجو ان یخرج الله من اصلابهم من یعبد الله وحده ولا یشرک به شیئا. گفت من فقط همین یک آرزو دارم از خدا، یک امید، یک تمنا دارم از پروردگار بزرگ که الله ذوالجلال از صلب همین پدرای کافر فرزندان صالح با ایمان به دنیا آورد که فقط عبادت خدا را کنند و در عبادت خدا کسی و چیزی را شریک نسازند. و الحمدلله و المنه دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش خدا مستجاب شد و از صلب این کافرها جوان مردای پیدا شدند که امروز افتخار اسلام هستند، افتخار تاریخ بشر هستند. همین به شرافت دعای حضرت صلی الله علیه و سلم بود که رحمت عالمیان است. حضرت بین قبیله ها دعوت میکرد، صحبت میکرد، اما افسوس و صد افسوس که اکثر سخنهاش از یک گوش داخل میشده از گوش دیگر خارج. خب این قصه را ببخشید که تا آخر نآوردیم. حضرت در نخله اومد، شخصی که از مکه خارج شده است دیگر امکانی داخل شدنی به مکه را نداشت، میتونستن قتلش کنن. هر شخصی که ملاقاتش میکرد میتونست که قتلش کنن. حضرت در نخله چند روز سکونت اختیار کرد. در این مدت زید ابن حارثه را فرستاد نزدی 3 نفر، 2 نفر تکلیف حضرت رد کردند. حضرت از اونا کمک خواست، پشتیبانی خواست که من با پشتیبانی شما داخل مکه شوم، بر جان من ستم نشود. 2 نفر که یکیش سهیل ابن عمرو است انکار کردن، قبول نکردن. اما 1 نفر از بین اونا با نام مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبدالمناف که در عبدالمناف با رسول الله صلی الله علیه و سلم یک جایه می شوند، همین مطعم ابن عدی قبول کرد. گفت به دل جان اگر چنده که دین اسلام قبول نکرده بود، و فرزنداش امر کرد گفت سلاحای ختونه بپوشه و تمام قومش برداشت، بنی نوفل همه را به پا خیزاند، سردار شد. گفت شما آیا آماده هستید که در راهی برای سخن من جان فدایی کنید؟ گفتم بله. پس گفت اسلحه‌تون را بگیرید. من به محمد پناه دادم، پناه سیاسی دادم. حضرت تا زمانی که مطعم ابن عدی رضایت خیش رو براش داد،
در نخله بود بار هنگام نماز خواندن خداوند یک عده از جنها را هدایت کرد، از راه میگذشتند صدای تلاوت قرآن به گوششان رسید و چنان مجذوب شدند این جنها که ایمان آوردند به محمد صلی الله علیه و سلم. و قصه ایمان آوردن اونا در سوره جن روایت شده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. بگو ای حبیبی من، ای محمد صلی الله علیه و سلم، که خداوند به من وحی فرستاد، خدا به من وحی فرستاد که یک عده از جنها وقتی که تلاوت شیرینی تر از قرآن عظیم شأن شنیدن گفتن عجب قرآنه، چیز کلام شیرینه، چی کلام جاذبه. یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. این کلامی هست که انسان به سوی رشادت، به سوی بزرگی، به سوی پاک منظری دعوت میکرده است، به سوی حق دعوت میکرده است. پس ایمان آوردیم به آن، به الله همچه معبود و به محمد صلی الله علیه و سلم همچه رسول او. فلن نشرک بربنا احدا. پس هرگز به خدای بزرگ شرک نمیاریم. چرا خداوند پیغمبرش خبر کرد؟ زیرا گفت که ای حبیبی من اگر لازم شود لشکرم زیاد است، تمام دنیا لشکری من است، همه را به کمکی تو میخیزانم، تو ذره محزون نباش. بعد این خوشخبرها و بعد این بشارت‌هایی که از جانب خداوند به محمد صلی الله علیه و سلم رسید، حضرت دیگر چنان دلشاد شد که باز همون عزم و جذب پیشینه در بدنش پیدا شد، باز برای در آینده دعوت کردن مردم آماده و حاضر شد. و مطعم ابن عدی هم با فرزنداش آمدن، حضرت گرفتن یک راست نزد خانه کعبه بردن. مطعم نعره زد در بین قریش، گفت من محمد پناه دادم، هر کسی که نسبت محمد جبر کرد نسبت من کرده است، من بر ضدش میخیزم. مطعم ابن عدی قبل از فتح مکه، حتی قبل از جنگ بدر از دنیا رفت است، به ایمان رفت. اما همین کاری خیری کردگیش چنان در ذهن پیغمبر نشسته بود که وقتی که در زمان جنگ بدر کفار مقدار 70 نفر از کفار قریش به اسارت غلطیدند، حضرت گفت قسم به خدا اگر مطعم زنده میشد، اگر همینو را از من میخواست، همش آزاد میکردم. پس ببینه که کاری خیر فراموش نمیشه. برادر این یک چند نکته بود از رنج عذاب‌هایی که حضرت صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام، در راه ترویج علم قرآن متحمل گشته است و کشیده است. من به شما رساندم همه اخبار صحیح، اخبار درست، هر چی که گفتم کتاب‌ها را نامبر کردم. متاسفانه به سبب بعضی کتاب‌هایی که افسانه‌شو از حقیقتشو بیشتر است، مثل درة الواعظین و امثال اینا، در میان مردم ما همه قصه های بر دروغ بسیار رواج یافته است. بس است بچه‌ها، فقط چیزی را قبول داشته باشه که به صحت رسیده است. الحمدلله و المنه امروز کتاب‌هایی که صحیح هستند، کتاب‌هایی که استنباط میکنن، هر حکمی را که بیان میکنن یا هر قصه ای را که میکنن زیاد هستند. از همه خواهش میکنم استفاده بره دیگه، همه افسانه گویی و افسانه بافی را بس کنید. همه دنیا را ویران میکنه همه افسانه بافی و افسانه گویی و شایعه های بر دروغ، برای همین لازم نیست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. برای مرد گفت کافی است که از دروغ همی قدر کافی است که هر چیزی را شنید تحقیق نکرده در میان مردم شایع بسازد، یعنی ترم دروغگو میشه. امروز متاسفانه در جامعه یک کاری بسیار شنیع رایج شده است. امروز در کوخنی و در کوچه و در بازار و بعد همین سویت که نیست بعد اعلان میکنیم، جور میزنیم به تحقیق، به یگان چیزا فهمیدن، بچه سویت فروختن برای همون درمون نمیرسه. از برای خدا همه گپ به حقیقت ذره موافقت نمیکنه. او خداوند عقل تو داده است،
در تاجیکستان امروز نرخی هموز برق نرخی بین المللی شما میدونه شاید در بعضی چیزا از همون نرخی بین المللی را قیمتتر باشه. همین نرخی که مثلا از مسجد ما میتیم 25 26 درهم از برای هر یک کیلوواتش، در روسیه هم نیست، در قورو هم نیست. آخر وقتی که برق فروختن لازم شود برای پول، همین تاجیکستان چی در دوره مردمش خیخچ پول میتن همه آماده هستن که در بیگانه میفروختین. از برای خدا باور کنه همین شایعه های بر دروغ اصلا بگیریم دشمنای دین دشمنای دولت جاری میکنن در بین مردم پهن میکنن. من از همت خواهش میکنم همین سفسطه ها را باور نکنه، گوش نکنه. آخه که میفروختن در زمستان چی بلا فروختن؟ در زمستان قیمتتر به چی بلا فروختن؟ اگر که میفروختن شما دیده که در همون فوریه یک چند مدت دیگه 10 ساعتی سوید میدادن در قشلاقا، زیاد کردن. حتی حقیقتا همون آب کم شده است، پس شده است. این یگان جای چی نداره، واقعی پنهانی نداره. برای همین به همین سفسطه و به همین سخنهایی که سببگار نزاع و سببگار فتنه و سببگار فحش و فاحشی گویی و سببگار کینه و کدورت در میان مسلمان ها پیدا شدن میگردن باور نکنه. من انشاءالله یقین دارم که مردم مسجد، خاصتا این برادرایی که در مسجد ما نماز میخونن، هر سفسطه ای را که تحقیق نشده است، اساس نداره، هرگز قبول هم نمیکنن و هرگز به این سفسطه ها گوش هم نمیاندازن. دعا میکنیم پروردگارا صحبت من صحبت معاصر گردان، نه از صحبت های بی تاثیر. پروردگارا این رنج مشقت هایی که حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم در راه تحکیم اسلام کشیده است برای ما یک نمونه عبرت قرار ده، تا اینکه به هر یک اندک مشقت ضعیف نالی نکنیم، گریه و فغان به عثمان برداریم، بلکه برعکس ارادم کامل تر شود، صبر تحمل بیشتر زایی تر گردد و خداوندا حبیبت محمد صلی الله علیه و سلم سرافراز گرداندی، براش بشارت دادی و در قرآن عظیم شأنت برای مسلمان ها بشارت های زیادی دادی. از جمله پروردگارا فرموده هر کسی که مرا نصرت کند، هر کسی دینی مرا نصرت کند، من ناصر او هستم. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما دین خدا را کمک کنید، خدا کمک شما را میکند، خدا دستگیری شما است و قدم های شما را راسخ و استوار میگرداند. پس پروردگار را مساعدت فرما که هر کدامون موافق قدرت، موافق تواناییمو برای دین خدا یک کمک کنیم، یک دستگیری کنیم و پروردگار را قدممون راسخ و استوار گردان و از این راه صراط المستقیم که الحمدلله به هدایت تو امروز در این راه هستیم هرگز ما را منحرف کردن. همین پول چی بود؟ برای چی بود؟ برادرای عزیز، مسجد خیریه است. این مسجد خیریه است، یعنی خیریه را میتونه جمع کنه و به شخصایی که مستمند هستند براشون یعنی احتیاج دارن برسونه. و بعضی همون برادرها وقتی نامشون میگیری به چرا خجالت میکشن. قسم به خدا اینا در مسجد خدا هستم. یک برادر اسلامی در یک مشکلی و مشقت گرفتار شده است. اولا گرده دخترچش اپراسیون کردن گرفتیان یک گردهش، ثانیا زنش در همه حالت مرگ قرار داشته است، باید حتما جراحی شود، اما از اون مبلغ طلب کردن بیچاره همون امکانی دادنش نداشته است. آمد در پیش من حتی آب دیدش جاری شد، اما از بس که من گفتم اما خجالت نکشه، چیز اعلان نکردیم، خواستیم که در همین کار خیر همه شریک شوید. شاید من اگر اعلان میکردم جوان مردای یوف میشیدن که همین کارم بپردازن، اما انشالله در این کار خیر همه شریک شد. البته اون مبلغی که به اون برادر لازم بود ما نتونستیم جمع کنیم، نه که به هر وجه صورت انشالله بسیار منتدار است، اما یک نمازگزاری همین مسجد ما است و برای کسایی که شک و شبهه دارن این میره خبر رسوندم و هر کدامت میتونه که در ما همین شفافیت به کلی رعایت میشه. برادران میتونه که مراجعت کنه، ما خزینه دار داریم، پول خیلی حساب و کتاب می شود. شخصا خودی من قسم به خدا همون نزدیک را میشم، هیچ وقت همین قصولی که من خطیب بدم یگان بار اینا بگذار بگن به همون خزینه شو نزدیک نشیدم و نزدیک هم نمیشم انشاءالله. و او خزینه دار همه را حساب و کتاب میکند، همه از چوتو هسته. اگر کسی مثلا ذره شک و شبهه داشته باشد میتونه که برای تفتیش کنه، یگان مشکلی نداره، یگان گمانی بدم در حق هیچ کنه میبریم. اما یک چیزا با یقین بدونید که این مسجد هر مبلغی که به مسجد میآید این به خانه خدا میآید.
الحمدلله این چیزا را ما از شما بهتر میفهمیم. خداوند بزرگ الحمدلله که رزق روزی ما را هم کم محیای کرده است که حتی وقت نمیایم که دعوت بعضی برادران را قبول کنم. برای همین زینهار یک ذره باشه که شما نکنی. هر کاری میشه و همه به خیر است، به منفعت است و هر کسی که اگر بخواه میتونه که مراجعت کنه. انشالله تمام معلومات را در پیشش میمونم. از جمله همون مبلغی که هفته گذشته جمع شد که در چی صرف شد، با کی داده شد. مثال وقتی که همون پول مبلغ به یک کس دادن خیر میکنن، اما از بس که به حجت هیچی روا نیست، اون مردک امضا کرده است، نوشته است، بیچاره عریضش در همیجه هسته. خب در حق یک برادری بسیار معتبر داریم، برادری عزیز است، حاجی ایدیبک، دعا میکنیم که خداوند سعادت دنیا را نصیب روزش بگردونه و همیشه محیب و همیشه سربلند باشه. در حق سعد الله و نظر الله و محمد علی و احمد، اکیو را برادر نمیگیم، برای همش اکا و دودر نیستن، اما یک کماندان، یک کمپانیان. در حق همیو دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداشون حاصل کنه و در کسب و کارش رونق عطا فرماید. یک برادرمون نامش عبدالرحیم، بچه خورد است، رحیمش میگفتن، گفتم میره رحیم نگینی عبدالرحیم. همه عبدالرحیم ها بسیار مردکای خوب میشوند. دعا میکنیم در حقش خداوند صاحب زنی صالحه و فرزندای صالحش بگردونه. در حق حاجی عبادالله برادرمون، پروردگار خیر دنیا را نصیب روزش بگردونه. دو برادر بسیار عزیز دارم، واقعا برای من بسیار محبوب هستند، بهروز جان و بهادر جان. دعا میکنیم در حقشو پروردگار اولا طاعات و عباداتشون به درگاهت قبول و مقبول ساز و توشه آخرت گردون و بعدا اعمال صالح نیکی که در راهی تا انجام میدهند پروردگار همه اینا را به انابت گرفته و فردا روز قیامت همراه محباشان حشرشان گردان. در حق برادرم ظاهر جان دعا میکنیم که چند مدت از بیمار است، پروردگار را براش شفای کامل و عاجل عطا فرما. یک برادر چند عدد افتابه آورده است، آب دسته برای طهارت کردن، دعا میکنیم که خداوند جمیع مراد و مقصوداش حاصل گرداند و خیری کردگیش همچه صدقه جاریه به درگاهش قبول و مقبول فرماید. آمین. همین مکتوبات خوب. یک برادر میگه مادرم دیروز در سن 81 سالگی عالم فانی را بدرود گفتند. انا لله و انا الیه راجعون. از شما خواهش دارم در حق مادر من دست جمعانه دعای خیر کنید. با احترام عزت الله از گشتالاباد. خداوند مادری ترا و تمام مادرای مسلمان که احتیاج به دعا دارند پروردگار و رحمت مغفرت کند. یک برادری داشتیم همدرس هم سبق به نام بختیار، انشالله ولی یک ختم قرآن هم کردم براش، ولی در وقت تلاوت قرآن بعد میبخشیم. او هم در این دعا کوشش میکنیم که پروردگار رو در جواری رحمت خیش بندگان مؤمن خود را که عالم فانی را بدرود گفته و به عالم باقی رو آورده اند در جواری رحمت خیش مستقر گردان. آمین یا رب العالمین. یک برادر میگه دعا کنید که از محبس خانه ها برادران ما آزاد شوند. در حق برادران دعا میکنیم که پروردگار